این هم هیولای پیس لامبورگینی هوراکان استیو ساخته شده برای سرعت خالص. از همین نمای اول میفهمی با یک ماشین سوپر اسپورت معمولی طرف نیستی. ورودی هوا، کاپوت فیبر کربن و رینگ های منیزیومی همه چیز باعث میشه که فقط واسه یک هدف طراحی شده باشه، اونم عمل کرده. داخل که میشی صندلی مسابقه‌ای، کمربند 4 نقطه‌ای و فرمون سبا کس ماشین مسابقه واقعی رو بهت میده. حالا بریم زیر کاپوت. یه ویده تنفس طبیعی با 640 اسب بخار، بدون توربو، بدون تأخیر، فقط غرش خالص. روی پیس این ماشین مثل چسب به آسفالت میچسبه. آیرودینامیک فعال، وزن پایین و کنترل بی‌نقص توی پیشا دقیقاً همون چیزیه که اسم استیو رو معنی میکنه. شتاب 0 تا 100 فقط 3 ثانیه طول میکشه و سرعت نهاییش تا بالای 310 کیلومتر بر ساعت میره و قیمتش هم بالای $400,000 که این ماشین رو تبدیل به یه ماشین سوپر اسپورت فوق خفن میکنه. این یه ماشین نیست، یه تجربه است. اگه به ویدیوهای ماشینی علاقه داری دنبالم بیا.